اگه غذای بر خوردن داری، اگه لباس بر پوشیدن، اگه جای بر خواب کردن و اگه خانه بر زندگی کردن داری، فقط بگو الحمدلله. سلام خدمت همه شما دوستان عزیز. تشکر و جهان سپاس از قاری صاحب اشوری و تسلیت عرض می کنم به تمام خانواده شهدا که دیروز یکی از هموطنان ما، زیادتر از هموطنان ما، جان شیرین خود از دست دادن و واقعا جای تاسف است. و ما خواستم که قاری صاحب خواستم البته تشکر باز هم از قاری صاحب که همیشه که ما خواستیمش آمدن خانه و صدای مرد زمین انداختن، زنده باشن. و مزاحم شما هم نمیشم دوستای نازنین. روز خوش براتان میخوایم. روح شهدای ما شاد باشه. خداوند برای فامیلشان صبر جمیل بده. برای همه ما و شما خداوند غم دیگه از سر ما و شما دور داشته باشه. خداوند درد غم کم کنه. این جنگ و جدل خداوند بگیره. خداوند صلح را بیاره تا اولادای ما با آرامش، با آرامی و به فکر بسیار خوب درس خدا بخوانند. شما ببینین که در چی یک حالت خواهرای ما ششتن در روی کتاب افتیدن. حتی از کسی میخواست از کلکین خدا پایین برده کو در حالت فرار من میخورده در کلکین افتیده تو خواهر ما ششته کایشتن. بسیار سخت است. من عکسایشون دیدم در هر جای خانمای افغان پایمال هستن، حتی در درس خواندن، در هر چیز، در هر جای افغان ها بدبخت است. بازم مزاحم شما نمیشم. روز خوش برامتان میخوام دوستای نازنین. واقعا که بسیار درد داره چون من یک مادر هستم، به خصوص برادر ما که برادر شهید شده بود گریه میکرد و میگفت که من به مادرم چی بگویم، من مادرم چی بگویم چون مادر من نامزاد است. کاش که به جای ازی من میمردم. چون من یک مادر هستم، مادر درک کردم میتونم که خداوند به هیچ خانه مرده بی خبر نبره. بسیار سخت است. و وقتی که من تصویر دیدم خدا میفهم از دل من چی تیر میشه. اما افسوس که من نمیتونم، توان هیچ چیز ندارم. اما خب میتونستم که بروایشان یک ختم بگیرم و خداوند دیره قبول کنه. مزاحمتان نمیشم دوستای عزیز. روز خوش برتان میخوایم. تشکر از شما دوستای نازنین. خدا نگهدارتان باشه. در جایی که هستین آرام باشین.
يسبح له ما في السماوات والأرض. متاسف هستم به خودم و به تمام تک تک افغانایی که این روزا بسیار جگرخون هستند در هر جایی که هستند، در افغانستان یا خارج از افغانستان. فاجعه‌ای که رخ داد دیروز، فاجعه تروریستی بسیار وحشتناکی بود که قلب همه را به درد آورد و بیشتر از اون که در پرسای برچی اتفاق افتید و همینطور یک مسائل جان تک تک عزیزای ما بسیار بر ما شیرین و از کاش که میشد که انسان پیش حملات بگیره یا جان خود فدای یک نفر کنه، اما تمام ما کسایی که در کابل هستیم و سراسر افغانستان این خطرات هست، در کمین ما هست. با پیشان خود تمام وسایل مردم ما استفاده نکنین، خصوصا اعضای ما که از وطن دور هستن بسیار دلای نازک دارن و قلبایشان میتپه از خاطر افغانستان. بعد از عرض درود و سلام خدمت تمام هموطنان عزیزم، خواستم یک پیام تسلیت داشته باشم خدمت تمام افغانهای عزیز خود، مخصوصا تمام فامیل های عزیزی که در حادثه دردناک کابل پوهنتون پسرای خود را از دست دادن، دخترای خود را از دست دادن، عزیزای خود را از دست دادن. واقعا صحبت کردن در این مورد اصلا زبان یاری نمیکنه. در هیچ حالت عزیز خود را از دست دادن کار، یعنی خیلی کار مشکل است، یعنی خیلی دردناک است، مگر مخصوصا اینایی که طبقه جوان و نوجوان بودن. خداوند روحشان را شاد داشته باشه، یادشان را گرامی داشته باشه و همچنان از خداوند متعال برای فامیل هایش، بازماندگانش همچنان صبر جمیل خواهان هستم. دوستای عزیزم، نمیفهم اصلا اکثرا در پیج های ما، در صفحات اجتماعی ما، طبقه جوان، طبقه نوجوان، مخصوصا از افغانستان عزیز و مخصوصا از کابل، نام خدا بسیار تعدادشان زیاد است و بعد از یک مدت فنهای آدم و یا علاقمندهای آدم دیگه برای آدم صرف علاقمند نمی باشه، برای آدم مثل یک دوست میشن، برای آدم مثل یک اعضای فامیل آدم اونا رو احساس میکنن و طبعا هزارها نام، هزارها چهره می باشه، در ذهن آدم نمیمانه. مگر بسیار زود وقتی که یک قسم یک چیز رو آدم خبر میشه، یک احساس می داشته باشه آدم مثل که چیز رو گم کرده باشه، چون میفهمی که از بین همی عزیزایت بسیار یک تعداد زیادی را از دست دادی، مگر نمیفهمی که کیها بودن، کدام ها بودن. به هر حال خداوند برای همه ما صبر جمیل بده و مخصوصا برای فامیل های عزیزشان و همچنان روحی اونا را شاد داشته باشه، یادشان را گرامی داشته باشه. سلام و درود خدمت هموطنان نازنینم که در افغانستان هستند. سلام میگم و برشان تسلیت میگم. برای از کسانی که جانای عزیز خود از دست دادن و کسانی که زخمی شدن، دعا میکنم که به خیر خوب شوند و اوناییم که از این دنیا رفتن و اونا رو از بین بردن، خداوند جنت برینه نصیبشان کنه که میکنه. امروز میبینید در مملکت ما چی حال است؟ جوی خون روان است. اطفال ما، مادران ما، خواهران ما، برادران ما کشته میشن.
و هیچ کسی نیست که بازخواهی کند. چون ما یک دولت داریم که هیچ ما دولت نداریم، هیچ کس نداریم که بیای پرسان کنه که کی نمی کارا را میکنه. در نقم مدت زمان ببینن که چقدر افغان ما کشته شده. به خاطر چی؟ به خاطر 4 انسانایی که نشستن فقط به خاطر جا و مقام و پول و دولت. این کارا را انجام میتن دست به دست اون نفرای چی بگویم و میاین مردم خودم میکشن. دلم بسیار پر است. اگر کدام گپ از دهنم خطا خورد، انسان هستم، بالاخره ببخشین. من فقط میخواستم که امین همدردی خدا، این که من همدرد هستم همراه شما. من هر لحظه تانه من احساس میکنم، هر لحظه تانه من میفهم که به چی حالت میگذارن. عزیزانتان از دست دادن، مملکت به یک شاک رفته. ما که دور از وطن هستیم نمیتونیم کار بکنیم. فقط گفتم از این طریق بیایم دلداریتان بتم، زندگی سرتان باشه. کسایی که زخمی هست از خدا میخوایم که بخیر خوب شود. و این جمع مخاطب من آقای رئیس جمهور است. آقای رئیس جمهور، آقای اشرف غنی، شما دقیقه مدت زمان نتانستن افغانستان حتی 2% به یک جای برسانه، به یک مقام بالاتر، به یک جای بهتر برسانه. شما فقط آمدن افغانستان غصب کردن. ارگه غصب کردن فقط شیشتن خلاص. و از اون طرف برادران شما طالبان کال داعش شده، نه مردم مظلوم مرا میکشن، اطفال خرد ما را میکشن، مادران ما را میکشن، خواهران ما، برادران ما را، پدران ما را میکشن. و شما در هر شیشتن و هر دفعه که انتحاری شده و قتل و قتال شده، شما آمدن فقط گفتن، او را بعد از مدت آمدن که ما تقبیه میکنیم این کار، ما پشت این مسئله هستیم و ما حتما این مسئله رو روشن میکنیم و کسایی که مسئول هستن ما رو به محکمه میکشانیم. خب هیچ وقت اتفاق نفتاد. امروز هم که شما این حرفا رو میزنن، دروغ میگن، دروغ گوی هستن. شما انسانیت فراموش کردن که انسان هستن. من به هیچ چیز کار ندارم، من فقط بگم انسان هستیم. خداوند ما را خلق کرده، عقل داده، منطق داده، شعور داده، دست داده، قلب داده، پا داده، چشم داده، همه چیز داده که خودتان فکر کنن، اس کنن، فکر کنن. ولی شما اصلا کور شدن، کر شدن، لنگ شدن. از وقتی که سردار محمد داود خان، خدا بیامرزشانه، تمام فامیلشانه، بعد از او افغانستان آب از گلویشان پایین نشد. چقدر ما کشتار دادیم، چقدر ملت مظلوم از بین رفته. امروز مردم نان خوردن خود ندارن. امروز در زیر خیمه ها زندگی میکنه. در اونجا خیمه است، در اونجا در زیر پاولی زمین خوش اشتکای خورد. مادرها در زیر زمین شیشتن گدایگری میکنه. در او بالا میبینم که منشنش از زمین تا آسمان است.
شرم بادتان، به خدا شرم بادتان. من نمیفهم که شما چطور نان میخورین، چطور خو میکنین، به چی حسابه؟ نه اصلا من شما رو نشناختم. شما از کجا هستین؟ شما از کجا آمدین؟ شما یک ذره به فکر ملت خود باشین، یک ذره به قلب خود رجوع کنین. امید ببینین که این مظلومای ما روز کشته میشن جوی خون از برای قرآن. آیا میبینین یا نمیبینین؟ من نمیفهم که چی بگویم. فقط آقای رئیس جمهور ازت خواهش میکنیم، نمیتونی مملکت بسازی. مملکت ما به یک مرد وطن دوست نیاز داره، به یک کسی که ملت خود دوست داشته باشه نیاز داره، نه به شما. شما همگیتان ثابت کردن که هیچ اصلا احساس ندارید به مقابل وطن و مملکتتان. هیچ احساس نیست. هیچ بی سرپرست، مثل که خانواده نه پدر داره نه مادر، روش تو کارش رو مانده و عذر در هر کس میره و میکشه و هر کاری میکنه. اینی حالت است. خواهش میکنم که یا به مملکت برسن یا استعفایتان بتن، بانن که این جوانای ما بیاین مملکت آباد کنن. میتونن. اینا بسیار درس خواندن، تحصیلات عالی دارن، تجربه بسیار زیاد دارن، درد کشیدن. شما خود درد نکشیدن. پس برای خدا بس است. به خدا بس است. من نمیخواستم که من به یالت بیایم. ببینین که به چی حال از وقتی که مسئله شده و هر باری که این رقم شده من تا یک هفته من خواب نداشتیم و فقط دعا کردیم و شمع روشن کردیم. خواهش میکنم به درد ملت ما برسیم. هموطنان گل من، کسانی که در افغانستان هستم، من همدردی خودم همراهتان اعلان میکنم. همراهتان هستم، به خدا قدم به قدم همراهتان هستم تا جایی که من بتونم. من براتان انجام میتونم. من از طریق موزیک، من که صدای شماست، من صدای خودم میکشم برای شما بدون هیچ چیزی که من دریافت کنم. من نه کنسرت دادیم، نه پول جمع کردیم، نه از افغانستان چیز آوردیم، نه اینجا ما منشن داریم، خانه داریم. پدر من سالهای سال در این مملکت زندگی کرد، نه خانه داشت نه آپارتمان زندگی میکردن. 2 خانه ما دامن افغانستان. من 3 دفعه رفتم ولی نزدیک اون خانه ها نشدم، چون فکر ما به مال و منال نیست، فقط در فکر ملت و مملکت خود هستیم. ولی خود دور رفتیم. چی باید میکردیم؟ خونم کشته میشدن، مادرم هم کشته میشد، پدرم هم کشته میشد، ما هم از اولاداش از بین میرفت. ولی آمد خدا فدایی اولاد و زن و فرزند و دخترش کرد و دوری از وطن پدر من از بین برد، مادر من از بین برد. ما درد کشیدیم. ما درد افغان خود خوب میفهمم و خوب میفهمم. فقط دعا میکنم هموطنان ما که جانهای عزیز خود از دست دادن، خداوند مغفرتشان کنه و کسانی که زخمی هستند خداوند شفای عاجل برشان بده. فقط من اینه میرم چند کلامی بود چون با دلم بسیار درد کرده بود. میخواستم همراهتان غم شریکی بکنم و از این دولت من بخواهیم که کار کنن یا نمیکنن، اعلان کنن برن، مردم بخیزن و باشوین به لیاز خدا. هر روز کشته میدن، هر روز ما اینجا 10 بار میمیریم، زنده میشیم.
زیاد وقتا رو نمیگیرم، فقط خواستم که دامی حالت هر چی که هستم ببخشن. من آدم خودنما نیستم، من همین چیزی که هستم آمدم فقط همدردی بکنم. قربان شما، دوستتان دارم و همیشه میخواین که خوش و سرفراز و سلامت باشن همگیتان. فقط آرزوی من اینه که شما خوش باشین و خدا ما هم خوش هستیم.